این ایده خوشگل مخصوص مهمونی است. لایک کن و همراه بانو باش. تخم مرغ، نمک، فلفل سیاه، زعفرون، روغن زیتون و شیر رو با هم مخلوط کنید. هم بزنید تا تخم مرغ از حالت لختگی در بیاد. آرد رو هم بریزید. در حد مخلوط شدن همش بزنید. مواد تخم مرغی رو جوری توی تابه بریزید تا با همه قسمت‌ها خوب پخش بشه و اجازه بدید کمی برشته بشه. این طرف مواد کوکو سبزی رو با هم مخلوط کنید. سبزی کوکو، تخم مرغ، آرد، سیر رنده شده، نمک و فلفل سیاه رو با هم خوب مخلوط کنید. تخم مرغ که خودش رو گرفت، مواد کوکو سبزی رو به این صورت آروم آروم روش بریزید تا به همه قسمت‌ها پخشش کنید. در تابه رو هم بذارید تا پختش کامل بشه. پنیر خامه‌ای، زرش و گردو رو با هم مخلوط کنید. این مواد رو روی ترکیب کوکو سبزی بریزید و به همه قسمت‌ها پخشش کنید و به آرومی رولش کنید. 1 ساعتی بذاریدش توی یخچال تا خودش رو بگیره و بعد به این صورت برش بزنید. یه گزینه عالی برای مهمونی و دور همی. سیوش کن، گمش نکنی.